سلام دوستان عزیز، صحبت نوبتی ما با خال نظرов полковник مصطفی خادمی کلان اینستیتوت آموزش مسائل دولت‌های آسیا و اروپای اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان میباشد. استاد ما مخصوص برای صحبتی که این روز 20 فوریه است، روز تأسیس قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان میباشد. اطراف همین موضوع ما خواهیم با چند سوالات خرد که با استاد صحبت داشته باشیم. تشکر زیاد می‌کنم استاد شما رو برای آنکه وقتی خودتون آمدید. با عنوان سوال اول، قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان کی تأسیس یافت و چگونه امروز مهارت جنگی خود را کسب نموده است؟ اطراف همین حرف شما را می‌خواهیم بشنویم. سلام علیکم. اولا همه شما دوستان گرامی را با تأسیس روز 20 فوریه روز تأسیس یابی ارتش ملی تاجیکستان تبریک میگویم و خدا کند که در خانه همه شما مقصود و آرامی و آسودگی فرما باشد. ارتش ملی جمهوری تاجیکستان زمان ارزی هستی کرد که کشور با حادثه های خیلی مدهش گرفتار شده بود و نبودن ارتش ملی تاجیکستان امکان دارد یکی از سبب‌هایی بود که همین حادثات سال 92 در تاجیکستان رخ دادند. چون دشمنان داخلی و خارجی ما می‌دانستند که ما قوایی نداریم که از خود حمایت کرده، از استقلال که خود حمایت کرده توانیم. همین از این خاطر بود که بعد از 16 که یکی از اولین قرارهای رئیس نوی شورای عالی همون دوره محترم امامی رحمان همین بود که قوای مسلح جمهوری تاجیکستان هر چه زودتر تأسیس داده شد. همین طریقه 18 دکتر سال 1992 قرار برآمد و تحت رقم 3 که یکی از اولین قرارهای رئیس بود و در اساس همین قرار قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان ارزی هستی کردند و تمام نهادهای داخلی سفارش داده شد در این قرار که آمادگی بگیرند حجت‌های لازمه تهیه بکنند و به شورای عالی پیشنهاد کنند. در مدت نیم ماه دکتر سال 92 و 2 ماه اول سال 93 تمام اسناد ضروری آماده گردیدند و به شورای عالی پیشنهاد کردند. از همین روز سرکره تأسیس قوای مسلح شروع شد و قوای مسلح جمهوری تاجیکستان در همون روزهای اول اساساً قسم‌ها و دسته‌های فرانت خلقی تشکیل می‌دادند و همچنین دسته‌های و گروه‌هایی که از حکومت همون روزه تشکیل می‌نمودند. همچنین در برابر این قواها باز از جانب مردم هم از میان مردم توسط دعوت به سر قوای مسلح جوانان خدمت آماده می‌شدند. ولی ما قوای مسلح ما چون تأسیس بودند ما کمبودی خیلی زیاد داشتیم، هم از نقطه نظر اقتصاد و هم نقطه نظر تأمینات مجهزگردانی اردو ارتش و همچنین از نقطه نظر تأمینات. ولی با وجود همین ها نگاه نکرده قوای مسلح تاجیکستان که اولین جزءاتش سال 93 در ماه‌های اول سال 93 تأسیس یافته بودند، 20 فوریه سال 1993 از در میدان دوستی پایتخت پرد حربی تشکیل کردند که بهترین پرد و خاطر نشاندنی حادثه در تاریخ تأسیس یابی ارتش ملی تاجیکستان به حساب می‌رود. از همون وقت تا امروز 29 سال گذشته است. 29 سال گذشته است. خیلی ارتش جوان باشد هم تا امروز خیلی با کامیابی‌های نظررس نمایش گردیده است. از جمله در بین قوای مسلح جمهوری اعضای اونکبی و اعضای کشورهای شاست که همیشه برای بلندبراشی سویه ملکه و مهارت حربی خود کوشش میکنند که از جاهای نمایان را اشغال کرده می‌آید. امروز ما با باوری گفته می‌دانیم که قوای مسلح جمهوری تاجیکستان با کمال ممنونیت و کمال میل آماده‌اند که در هر نقطه کشور که باشد با دشمن داخلی و بیرونی خود ضربه زده توانند. تشکر زیاد استاد. بسیار خوب استاد، ما هم تا جایی که میفهمیم میدونیم و خبر هم داریم اطلاع پیدا کردیم، یعنی با مرور زمان هرچی شرایط بهتر و خوبتر و تاکتیک مهارت جنگی هم وابسته به تکنیک زمانه خوبتر و بهتر گردیده ایستاده است
شما که در وزارت مدافع کار میکردید و این زیرتابعی که وزارت مدافع است اطلاع بیشتر دارید، یعنی همین با مرور زمان تا کجا موفق گردن که با تکنیک زمانوی یعنی تامین باشند و استفاده از تکنیک حربی و یعنی زمانوی ما شرایطی خلق کردیم در اول حتی یک سلاح آتشفشان هم نداشتیم در اختیارم. یک سلاحی آتشفشان که از خود حمایت کردیم یا از استفاده حمایت کردیم نداشتیم. ولی خدا رو شکر میگیم با کمک دوستان روسیه، تاجیکستان، خیتای و دیگر جمهورهای دیگر که با ما جمهورهای دوست به حساب میروند و سیاست پیشگرفته کشور ما سیاست در واقع بازار میباشد. کشور ما کمک‌های زیاد تکنیکی حربی تکنیکی رسانیده شد که امروز ما دارای قریب که بهترین نوع یراق و اسلحه و تکنیک حربی میباشیم. تشکر زیاد استاد، وقتی خود را دقیق نداشته باره ما صحبت کردیم. تشکر زیاد با شما هم دوستان گرامی که وقتی خود را جدا نمودید و صحبت ما را گوش آمدید. سلامت باشید.